سلام به مخاطبان مجله پرامپت مارکت. در این قسمت از برنامه در خدمت مهران هستیم تا به سوالاتی که در ذهن شما هست پاسخ بدهند. سلام مهران، خیلی خوشحالیم که تو رو در استودیو میبینم. سلام، من هم خیلی خوشحالم. یکی از سوالات اساسی مخاطبان این است که پرامپت چیه؟ خب پرامپت ها همون دستورالعمل‌های متنی هستند که ما به هوش مصنوعی میگیم تا یه کاری رو برامون انجام بده. اگه بخوام ساده بگم همون متنی که به هوش مصنوعی میدیم تا چیزی رو که ازش میخواهیم رو برامون انجام بده. حالا که فهمیدیم پرامپت چیه، میشه بگی کار وبسایت پرامپت مارکت چیه؟ خب سایت پرامپت مارکت اومده پرامپت های آماده ابزارهای مختلف هوش مصنوعی مثل میدجورنی و استیبل دیفیوژن و غیره رو در سبک‌ها و کاربردهای مختلف برای کاربران ارائه داده. میشه چند تا از کاربردهای پرامپت های آماده رو برامون بگی؟ تقریباً میشه گفت در هر زمینه مثل ساخت والپیپر، عکس تبلیغاتی، ساخت عکس برای تولید محتوا، طراحی پوستر تبلیغاتی و غیره. اجازه بدید با یک مثال بگم. فرض کنید شما می‌خواهید در این سبک والپیپرهای دلخواهتون رو بسازید، اما نمیدونید برای این سبک چه متنی رو باید برای هوش مصنوعی بنویسید. شما پرامپت آماده این نوع تصاویر رو از سایت پرامپت مارکت تهیه می‌کنید و در این سبک والپیپر مورد نظرتون رو می‌سازید. یا فرض کنید برای طراحی پوستر تبلیغاتی نیاز به عکس دارید. شما پرامپت این نوع عکس‌ها رو تهیه می‌کنید و عکس‌های دلخواه مختلفی رو می‌تونید بسازید. مثلا یک بار عکس یک آشپز، بار دیگر عکس تبلیغاتی یک پسر بچه و یا هر چیزی که شما بخواید رو می‌تونید با این پرامپت در این سبک بسازید. این کار باعث میشه در وقت و انرژی شما صرفه جویی بشه و دیگه دنبال عکس برای پروژه هاتون تو اینترنت نگردید و همون چیزی که دقیقاً شما می‌خواهید رو می‌تونید از هوش مصنوعی خروجی بگیرید. چطوری میتونیم این پرامپت ها رو از سایت پرامپت مارکت تهیه کنیم؟ خیلی راحت میتونید به سایت promptmarket.ir برید و پرامپت مورد نظرتون رو تهیه کنید. لینک سایت رو تو کپشن برای شما نوشتیم. خیلی متشکرم از مهران که به سوالات ما پاسخ داد. امیدوارم شما مخاطبان عزیز از این ویدیو خوشتون اومده باشه. لطفاً نظرات خودتون رو در بخش کامنت ها با ما به اشتراک بگذارید و ویدیو رو لایک کنید. تا دیداری دیگر، خدا نگهدار.